بفرمایید. من دعوت کنم از یک هنرمند خوب بیاد روی صحنه، میکروفون رو بسپرم دستش، من برم میکروفونمو عوض کنم بیام، کار کوچیکی دارم بیرون از صحنه. یه دست بزنید افتخار حسن ریوندی هم بیاد تو جمع ما اضافه بشه. عیدت مبارک حسن. خوبی؟ استاد اویسی. ارادت خوبی. عیدت مبارک. اویسی بفرمایید. حسن بیا اینجا. قربون تو برم. این میکروفون دست خودت، شروع کن، یه سلام علیک با مردم بکن، من میام الان. چشم، متشکرم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بینندگان عزیز شبکه 5 سلام، عید همتون مبارک. بله در خدمتتون هستیم. شما مجری هستی، خواننده این شما؟ آقا من از بچگی وقتی تو بغل مادرم شیر و کیک و بیسکویت میخوردم صدای شما رو دوست داشتم. وقتی میخوندین اصلا هم صدای شما هم صدای شما که نوستالژی خش خاصی توش هست. من خیلی سعی کردم که حتی صدای استاد اویسی رو شبیه سازی کنم، اما خب سخت. صدات خیلی صدای خسته ایه. تقریبا خسته نباشم. خستگی میدونیم مثل چی میمونه. طرف رفت توی قهوه خونه گفت آقا یه چای بدین من خستم، خستگیم در بره. یه چای خورد، یه چای شد 2 تا 10 تا 20 تا 40 تا قهوه چی گفت مرد حساب تو خسته نشدی انقدر چای خودی؟ گفت آقا قربون دهنت یه چای به همین خستگیمون در بره. حالا شما گفتی اینجوری، من یاد اون قضیه افتادم. شما یه استادی داشتید، استاد بازیگری بود، میگفتش که بازیگر رو باید خسته کنیم تا بهترین کار رو بگه. خواننده‌ام فکر کنم باید خسته باشه. این صدا اگه می‌خواید جا بیفته و خش داشته باشه به فرمایش شما. استاد شفقی نژاد که از اساتید بسیار برجسته موسیقی هستن. نه من قاسم رو دوستش دارم، نگرش دارم. باشه قاسم بیرون. حالا ایشون خسته است، باید احترام سنش رو داشته باشیم. بله اونجا میرفتم میگفت خواننده‌ای که اصولی میخونه اصلا حنجرش خسته نمیشه، چون با فشاری به عضلات گردنی ها نمیاریم، فقط تارای صوتیه که کار میکنه. اما صدای خسته داری. من جوونیای صدای شما مثلا میشه صدای چاوشی. آمد بهار جانها ای ژاق در برقصا، چون یوسف اندر آمد مزر و شکر برقصا، ای ژاق عشق پرور مانند شیر مادر، آنجا قباچه باشد جان پدر برقصا. صدای شما الان بره توش دیگه نه اینجوری میشه، اونجوری دیگه جلف میشه قضیه. ولش کن. من میخوام با قاسم افشار و استاد فتحعلی اویسی خداحافظی کنم، یه گله ببینیم برگردیم. آقای قاسم برات بیرون میمونه. قاسم بیرون بمون برای حسن. نه همینجا مرسی. صحبت پایانیتون رو میشنویم. قربونت برم. من عرض کنم که بسیار زیباییشون تقلید صدا کردن، خیلی قشنگ. تقلید صدای ما رو میکنید لابد که وقتی رفتید بخون. الان من میتونم بسون. وقتی رفتن باران به شیشه. من شعر رو میدم، بعدن شما سی دی رو بگی تمرین کن. من اجازه بعد مثل بعدی چیه؟ مثل انگشت فرشته. مثل انگشت فرشته. نه این صدا تو این مقاله دقیقی نمیگنجه برای تقلیدش. داشته باش، من دارم بهت میگم نمیگنجه. تو یقت کو الان؟ یقت کته این پاره کرد. مدل جدیده. دلیقه بوده پوشیده. مود میفهمی تو؟ الان این مود تو پوشیدی الان؟ من نگاه کن الان من با صحبت میکنی الان مود تو پوشیدی. لباس لنگر، لباس حراست شرکت نفته. بریم مولا نگاه خداحافظی کنیم. آقای افشار خداحافظی. آقای افشار ایشونه خداحافظی. اگر یه بوله پخش کنم اب نداره. تو هر چی پخش میشه باید تقلید کنی. میشه اون اضافه های یقت رو که انداختی تو بدی، من میخوام برای یه چیز اونو دادم یکی دیگه کت شلوار بسازه. نه. یه جلیقه توش در میومد، یه ژیله. آقای محمدیان شما میشناسید؟ خیلی خوش آمدید. آقای محمدیان لطف کردن یک پکیج رو آماده کردن برای آموزش کامپیوتر که چگونه بشه با کامپیوتر کار کرد و تو این برنامه ما هم 17 دستگاه تبلت دارن میدن به کسانی که در مسابقه پیامکی 5005 شرکت میکنن. آقای محمدیان وقتمون کمه، شما سلام علیک کنید و توضیحاتتون